جوانی را فدا کردم، جوانی را فدا کردم که ملکم تا جوان باشد. گذشتم بارها از خود که جانش در امان باشد. چو از هر جانب سوی وطن باد خزان آمد، بهارم را سپر کردم که امین از خزان باشد. من از این سرزمین تیر و کمان را دور بنمودم که اندر آسمانش پر جلا تیر و کمان باشد. قسم با شیر مادر خوردم در نزد خلق خویش که راه و بخت او همچو شیر مادران باشد. در او دل و روی کشادم را به دنیا پیشکش کردم، دل و روی کشادم را به دنیا پیشکش کردم که ملکی کوچکم در چشم دنیا بیکران باشد. به منبرهای بالای جهان بردم زبانم را که خلق خوش زبانم با جهان هم زبان باشد. بسا خاری کشیده غنچه امید پروردم که خاری را نبیند این دیار گلفشان باشد. مرا هر باغ پیغام است از گل کردن دلها، مرا هر مرزه سبز ز سرسبزی نشان باشد. بود هر ناریزه و نانی وطن بالای چشمانم، دلم همراز پیران و انیسی طفلکان باشد. کنم تاجی سری دنیا دلارا تاجیکستان را، ز تاج و تخت این دنیا همینم آرمان باشد. تو را 100 بار گفتم که غلامت من همین کافی است. فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است. نوشتم پخش کردم مهر ماندم دست به گفتار، حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی است. تو دانی فعل و اطوار غلامان شور و عصیان است، شکستن پاره کردن کنده و زنجیر زندان است. چرودی کو جوشیده خروشیده برون رفتن ز قعر تنگنا آمال آزادی پرستان است. ولی من آن غلامی که نه عصیان میکنم نه شور، نه با تو میکنم جنگ و نه از تو میشوم من دور. همیشه با تو میخندم، همیشه با تو میگیریم. اگر خواهی تو من هیجو، اگر خواهی تو من مشهور. وفا کن گفته بودی من وفا کردم همین کافی است. دلم را در وفا آب و ادا کردم همین کافی است. اگرچه ابتدای عاشقان در عشق هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است. آن مه چه جفا کرد نمی کرد نکو بود، او ترک وفا کرد نمی کرد نکو بود. پیوند محبت همه اسباب معیشت، 100 حادثه ها کرد نمی کرد نکو بود. تا کشته شود مرغ دلم گشته اسیرش، ناکشته رها کرد نمی کرد نکو بود. چو دیده آهو به تماشای ثوابم رم کرد چرا کرد نمی کرد نکو بود. حاجی به غم و درد تو بود از همه فارغ، دردش کی دوا کرد نمی کرد نکو بود. خوش مخوان مرغ سحر مادری من بیمار است، ناله کن از دل من مادری من بیمار است. وای من بودم اسباب دلازاری او، نرسیدم زیره دور به دلداری او. ننشستم به سری بستری با بیماری او، ناله کن از دل من مادری من بیمار است. کاسه در این درباره شاهین گفتنی یک چوپان است که فقط میبرد. این واقعا در ناحیه خاولینگ که ولایت ختلون رخ می‌دهد و ضدیت دو عائله رو در بر میگیرد، عائله شاهین و عائله امیر تیمور، که بعد آخران محبت دو نسل دو فرزند همین خاندان ها این ضدیت رو، این کشمکشی رو از بین میبردارد. و وقتی آخران همون او دخترک با نام
میجگونه بود که گل قهقه نام داشت. با پسر هاشیم مهر داشت، محبت داشت، هاشیم و پسر شاهین. چرا او رو گل قهقه همین؟ برای که یک دختر زنده دل بود، یک دختر چهره کشا بود، یک دختر بازمورو بود، یک دختری بود که همین کسی که میدید با او فقط با یک التفات، با یک نرمی، با یک احساسات سخن میکرد. ببینید که همونجا گرچند که ای زیدیت با خبر بود، حتی شاهین در راه با خر خودش علف برده است بود، ناگه علف خر از وی میغلطد، بارش چپه بشه. همین دخترک میجگونه با همراهی یک دو رفیقش و یاردم میکنن، با مسافت یاردم میکنن، او میره. همین به فکر شما چرا کاسه دور عنوان گرفته است؟ برای که کاسه دور اونا گذشت، کاسه دور دیگر اومدن که دور کاسه چرخ زد و با امروز به نسل امروزه رسید که الکی کینه، عداوت همه برطرف شد، به قفا ماند. زهی ای شهر نورانی دوشنبه، محبت خانه جانی دوشنبه، نویسم بهر تو شاهنامه عشق، چو دیوار خراسانی دوشنبه. شنیدم بوی عطرآمیز وحدت، تو جمع این پریشانی دوشنبه. محل از بهر تو بیگانه باشد، من و ما را نگهبانی دوشنبه. دیگر اسماعیلی سامانی سازد، شب و روزت نگهبانی دوشنبه. بزن آهنگ بیداری ملت، فراخوانی به هم ما را دوشنبه. نویدی صبح یابم از شبی تو، چراغ در شبستانی دوشنبه. کسی که با تو سازد در نماند، دلت یابد با آسانی دوشنبه. برای جشن زیبای تو امروز بیارم شعر ارزانی دوشنبه.